امروزه ما شاهد آمار روزافزون افزایش پلاستیک و تأثیرات اون بر محیط زیست هستیم. یکی از مهمترین خصوصیات پلاستیک ها تجزیه طولانی مدت اونهاست. از اونجایی که عمده مواد تشکیل دهنده پلاستیک ها پلیمرها هستند که از مواد نفتی و هیدروکربن ها تولید شدن، پس تأثیر اونها بر محیط زیست میتونه مخرب و آسیب رسان باشه. سالها و یا قرنها طول میکشه تا یک کیسه پلاستیکی از بین بره و در طول این مدت زمان به دلیل تابش آفتاب بر روی اون مواد سمی سازندش وارد هوا و خاک میشه و آلودگی محیط زیست رو با خودش به همراه داره. طبق تحقیقات انجام شده، هر کیسه پلاستیکی فقط 25 دقیقه بعد از خرید مورد استفاده قرار میگیره و بعد دور انداخته میشه. ممکنه با دور انداختن کیسه پلاستیکی دیگه به اون فکر نکنیم، ولی با فراموش کردنش اثر اون باز هم باقی میمونه. کیسه های پلاستیکی برای اینکه کاملا پوسیده بشن به 100 تا 500 سال زمان نیاز دارن. این یعنی اینکه تا 500 سال در محیط زیست باقی میمونن و به اون آسیب میرسونن. اگر به اطراف خودمون نگاه کنیم به نظر میرسه که همه جا اعم از فروشگاه‌های مواد غذایی، رستوران‌ها، آشپزخانه، حمام و غیره پلاستیک وجود داره. خودداری از مصرف هر گونه ماده پلاستیکی غیر ممکنه. اما با تغییرات کوچیک در نوع خرید میتونیم مصرف پلاستیک رو کاهش بدیم و از جایگزین‌های مناسب استفاده کنیم. در این ویدیو برخی از راهکارهای ارائه شده که از این طریق میتونیم برای سلامت محیط زیست استفاده از پلاستیک رو در زندگی روزمره کاهش بدیم. از کیسه های توری و پارچه‌ای برای خرید میوه و سبزیجات استفاده کنیم. این روزها بیشتر میوه ها و سبزیجات قبل از فروش بسته‌بندی می شوند. برای کاهش مصرف پلاستیک در این امر می توان هنگام خرید میوه و سبزیجات آنها را در کیسه‌ای مشبک یا پارچه‌ای حمل کرد. به جای استفاده از کیسه‌های پلاستیکی خرید، یک کیف یا کیسه‌ای را مد نظر بگیریم که بتوان آن را مجدد استفاده کرد. استفاده از یک کیسه خرید قابل استفاده مجدد از جنس پنبه، پارچه و یا حتی پلاستیک با دوام، نیاز به کیسه‌های پلاستیکی یکبار مصرف را در فروشگاه مواد غذایی، فروشگاه خرده فروشی و خرید روزانه از بین می‌برد و یا حداقل تا حد زیادی کاهش خواهد داد. برای بسته‌بندی مواد غذایی در فریزر، از کیسه‌های فریزر با دوام و برای بسته‌بندی اسنک یا ساندویچ، از کیسه‌های کاغذی یا پلاستیکی با دوام به جای کیسه‌های یکبار مصرف استفاده کنیم.
از نیهای ماندگار استفاده کنیم. نیهای پلاستیکی قاتل پرندگان و آبزیان هستند. وقتی اونها نیهای پلاستیکی رو میخورن، راه دستگاه گوارششون مسدود میشه و به شکل دردناکی میمیرند. این فقط یکی از آسیب‌هاییه که نیهای پلاستیکی به اکوسیستم وارد میکنن. برای جلوگیری از این اتفاقات میتونیم از نیهای فلزی یا بامبو استفاده بکنیم و یا اینکه وقتی برای صرف غذا به رستوران میریم نیهای خودمون رو به همراه داشته باشیم. به جای مواد پلاستیکی و یکبار مصرف میتوان از نیهای کاغذی یا استیل، کارد و قاشق و چنگال چوبی یا استیل که سازگار با محیط زیست باشد استفاده کنیم. تا حد امکان از مصرف بطری و لیوان‌های پلاستیکی یکبار مصرف خودداری کنیم و به جای آن از نوع کاغذی، شیشه، سرامیک، استیل یا پلاستیک با دوام استفاده کنیم. از لیوان نوشیدنی فلاسکی استفاده کنیم. اگر شما هم اهل قهوه نوشیدن هستید، حتما وقتی بیرون از خانه هستید یا وقتی صبحها در حال رفتن به محل کار خود هستید، یک لیوان قهوه بیرون بر می‌خرید. این قهوه ها در لیوان های کاغذی که درب پلاستیکی دارن به شما تحویل داده می شود و لیوان پس از تمام شدن قهوه راهی سطل زباله می شود. اگر شما یک لیوان فلاسکی مخصوص به خود همراه داشته باشید، می توانید بدون اضافه کردن ذره‌ای پلاستیک به طبیعت با خیالی آسوده هر قدر که می خواهید بیرون از خانه قهوه بنوشید. به جای ظروف غذای یکبار مصرف یا پلاستیک می توان از ظروف استیل یا ترموس با قابلیت نگهداری دمای گرم و سرد استفاده کرد. در این صورت ارزش مواد غذایی نیز بیشتر حفظ می شود. تا حد امکان از مصرف بطری و لیوان‌های پلاستیکی یکبار مصرف خودداری کنیم و به جای آن از نوع کاغذی، شیشه، سرامیک، استیل یا پلاستیک با دوام استفاده کنیم. در صورت نیاز به استفاده از ظروف یکبار مصرف برای مجالس و مهمانی‌ها می‌توان از ظروف قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست استفاده کرد. برای نگهداری مواد غذایی در یخچال و غیره از ظروف شیشه‌ای دربدار استفاده کنیم. مزیتی که این انتخاب دارد این است که ماده غذایی بدون تاثیرات سمی پلاستیک را مصرف می‌کنید. مواد غذایی وقتی در مجاورت پلاستیک قرار می‌گیرند، آلوده می‌شوند و پس از مصرف می‌توانند مواد سمی را به بدن ما وارد کنند. از گیره‌های لباس نوع چوبی یا فلزی به جای نوع پلاستیکی آن استفاده کنیم. برای تمیز کردن و یا خشک کردن ظروف و سطوح می‌توان از حوله یا پارچه‌های تمیز کننده چند منظوره که سازگار با محیط هستند به جای دستمال‌های مرطوب و یکبار مصرف استفاده کنیم.
از کیسه‌های پلاستیکی قابل بازیافت یا کاغذی برای جمع‌آوری زباله‌های خانگی استفاده کنیم. از چوب لباسی و رخت‌آویز نوع چوبی یا فلزی به جای نوع پلاستیکی آن استفاده کنیم. از فروشندگان محلی و به صورت عمده خریداری کنیم. با خرید از فروشندگان و کشاورزان محلی علاوه بر خرید محصولات ارزان قیمت‌تر میتونیم فرایند بسته‌بندی و حمل و نقل کالا رو هم از چرخه آماده سازی محصول حذف کنیم. حذف همین فرایند بر قیمت تمام شده محصول هم تاثیر میذاره و میتونیم مبلغ بیشتری رو صرفه‌جویی کنیم. خرید خاروبار به صورت فله و بدون بسته‌بندی یکی دیگر از روش‌های کاهش زباله است. مثلا اگر قرار است حبوبات بخرید، می توانید چند شیشه سس و خیارشور خالی شده را همراه خود ببرید و از فروشندگان بخواهید به اندازه همون شیشه به شما حبوبات بدهند. بازیافت کنیم. اگر نمی توانید وسایل را به کسی ببخشید، اگر از آنها کمپوست تولید نمی شود، اگر نمی توانید مصرفشان را کاهش دهید، اگر نمی توانید آنها را به وسایل جدید تبدیل کنید و دوباره استفاده کنید، باید به بازیافت مجدد فکر کنید. بررسی کنید که چه چیزهایی در سطل زباله قابل بازیافت هستند. جلوگیری از دور ریختن وسایل قابل بازیافت منجر به کاهش حجم زباله شده و در نهایت از زمینمان محافظت می کند. همچنین می توانید با شهرداری یا سرای محله خود صحبت کنید تا پایگاه‌های تحویل زباله و بازیافت مواردی مثل باتری‌ها، لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی را به شما معرفی کنند تا بتوانید تمام این وسایل را به آنها تحویل دهید. کاهش مصرف تأثیر بسیار زیادی بر حفاظت از محیط زیست می‌گذارد. در واقع ترکیب کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت میتونه محیط زیست رو نجات بده. وقتی عادت خرید بیش از حد رو کنار بگذاریم و به خرید بعضی از چیزها نه بگیم کمی سخته. اما برای غلبه بر این سختی میتونیم به سراغ کالاهای ارزان قیمت‌تر بریم و به جای خرید کالاهای بسته‌بندی شده از فروشگاه‌ها میتونیم به سراغ بازار بریم و به صورت عمده خرید کنیم. نجات زمین به معنای نجات جان خودمان، گونه‌های زیستی و نسل‌های آینده است. زمین امانتی است که باید سالم و شاداب به آیندگان تحویل بدهیم.